سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 1 از کتاب گلنار استاد قشنگ کامکار رو با هم دیگه کار کنیم و نکاتش رو با هم دیگه یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این راهی است که شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انرژی و انگیزه بدید که این راه رو ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. قطعه شماره 1 کتاب گلنار 6-8 شمارشش به صورت 1 2 3 4 5 6 میشه. این نکات رو پیش‌فرض ما برای اینکه که شما بلدید که مثلا هرچند یک شماره است، نوت سیاه 2 شماره است، سیاه نقطه دار 3 شماره است و این الگوها رو توی قطعات قبلی توی کتاب‌های قبلی یاد گرفتید. اگر که اونا رو کار نکردید، ویدیوهای اونا وجود داره که ویدیوهایی که مربوط به آموزش کتاب شیوه سنتور نوازی و دستور سنتور هست، حتما اونا رو برید نگاه بکنید و بعد بیاید سراغ این قطعه، چون سطح این قطعه مقدار بالاتره و خب میگم فرض من برای اینکه شما دیگه این نکات رو بلدید و دیگه خیلی با جزئیات توضیح نمیدم، اینا رو توی کتاب‌های قبلی کار کردیم. خب میریم شروع میکنیم. اگر نکته خاصی بود توی قطعه با هم دیگه بررسی میکنیم. نوتامون هست سل ره سل ره سل ره می ره دو دو ره سی دو. در واقع 4 تا میزان هست جمله اول. میزان اول که 2 مرتبه اجرا میشه و 2 تا میزان بعدی. براتون اجراش میکنم. سل ره سل ره سل ره می ره دو دو ره سی دو. اگه بخوایم بشماریمش میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. میریم سراغ جمله بعد که خیلی شبیه به همین جمله است، فقط توی میزان اولش یه تفاوت کوچیک داره. 2 تا سل داریم به جای یه دونه سل سیاه نقطه دار، یه سل سیاه و یه سل چنگ داریم. سل سل ره سل سل ره سل ره می ره دو دو ره سی دو. اجراش میکنیم. سل سل ره سل سل ره سل ره می ره دو دو ره سی دو. پس این 2 تا جمله در واقع عملاً یکی هست، فقط یه تفاوت جزئی توی شروعش داره. من این دور از اول قطعه تا خط دوم میزان دوم اجرا میکنم. نوتامون شد میریم سراغ جمله بعد. خط دوم میزان سوم، یه ریز سی داریم، این ریزا رو 4 تایی بگیریم. سی دو 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 سی دو دو. این 2 تا میزان رو میزنم. سی دو 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 سی دو دو. شمارشش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. الان چون سرعتمون کمه، سرعت ریزا به نظر کم میاد، ولی اگر سریعتر بزنیم اون وقت میشه اون وقتی که ریزا پر میشه و تعداد کمش به چشم نمیاد، ولی چون الان سرعتمون کمه اینطوریه. ولی شما حتما ریزا رو 4 تایی بزنید. اوکی، ادامهش خط دوم میزان آخر فا ببخشید سل سی دو ره دو سی لا سی لا. پس میشه سل سی دو ره دو سی لا سی لا. و این 4 تا جمله یک عبارت رو کامل میکنه. براتون اجراش میکنم. سی دو 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 سی دو دو سی دو ره دو سی لا سی لا. و 4 تا میزان بعد که دیگه 4 تا میزان آخر هست و قطعه ما تموم میشه. لا سی سی لا سی سی فا لا سی دو سی لا سو لا سول لا سی سی لا سی سی فا لا سی دو سی لا سو لا سول. به همین سادگی یه دور قطعه رو از اول تا آخر اجرا میکنم که بشنوید. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6.
تکرار داره که باید کلش رو دوباره اجرا بکنیم. براتون با مترونوم میزنمش که ببینید با مترونوم چجوری باید اجرا بشه و سعی کنید شما هم حتما درس‌ها رو با مترونوم بزنید، چون وقتی با مترونوم میزنید ضرب‌ها دقیق میشه و اگر جای ایرادی وجود داره که متوجه نمیشید مترونوم به شما کمک میکنه که ایرادا رو متوجه بشید و قطعاتون رو تمیز و بی اشکال بزنید. مترونوم رو روی 2 ضربی تنظیم می‌کنیم، سرعت 100، با هر ضرب مترونوم 3 تا شماره میشماریم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. امیدوارم که این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.